سلام عرض می‌کنم خدمت شما. در اولین پادکست پازل در خدمت شما هستیم. در واقع ویدیوکسته، حالا بچه‌هایی که صداشو فقط میشنون پادکست براشون هست. در خدمت مهمون عزیز هستیم، دکتر محمد ابراهیم احمد نژاد، متخصص پروتزهای دندانی و ایمپلنت. بفرمایید. سلام علیکم بچه‌ها. من سلام می‌کنم خدمت تمام عزیزانی که دارن این برنامه رو می‌بینن. امیدوارم که برنامه خوب باشه ان شاءالله. محمد ابراهیم احمد نژاد یه ذره طولانیه. چی صدات کنم؟ محمد ابراهیم با هم؟ ما همه محمد صدا می‌کنیم. اسم من میشه گفت محمده. خب شناسنامه به خاطر اینکه اسم پدر بزرگم بوده، پدرم این اسمو برام گذاشته. اوکی. خب پدرش. خب آقا یه سوال چیزم با استارت سوالاتمون رو با یه سری سوالای دندونپزشکی می‌ذاریم، یواش یواش بریم به سمت جلو که ببینیم ببینیم چقدر میتونیم با هم صمیمی‌تر باشیم سوالای بپرسیم. خب اولین سوالی که فکر می‌کنم خیلی ازت پرسیده شده، حالا من توی این برنامه ازت می‌پرسم، اینکه لامینیت یا کامپوزیت؟ ببینید من خودم آدم کلا طرفدار لامینیتم و همونطوری که میتونید ببینید توی سلبریتی ها به اصطلاح، خصوصا در خارج از کشور، اینها معمولا کار زیبایی کسی انجام میده همه سرامیک هست، همه لامینیت هست. دو تا چیز متفاوته. هیچ وقت نمیتونیم بگیم اون اصلا نه، این یکی حتما باید انجام بشه، این همیشه جایگزین اون یکی نه. ولی در مجموع اگه از من بپرسید که کدوم دوست داری خودت بخوای انجام بدی برای خودت، یعنی کسی بخواد انجام بده، کدوم انتخاب می‌کنی؟ من طبیعتاً لامینیت رو انتخاب می‌کنم. حالا از لحاظ چه به نظرم زیبایی، چه از لحاظ استحکام و دوام، حتی رنگ، در مجموع من قطعاً به نظرم سرامیک ارجحه. گرچه یه سری جاها شاید کامپوزیت بیشتر به کمک اون، یعنی حتی بعضی جاها پس کامپوزیت بعضی کلا جایگزین اون باشه، ولی در مجموع بخوای بگی کدوم، من میگم. حالا یه سوالی که دوباره هست اینه که میگن توی کامپوزیت یا تو لامینیت کدوم بیشتر دندون تراش میخوره؟ اصلا دندون تراش میخوره یا از بین میره؟ در واقع صحبت می‌کنیم به نظرم اگه بخوایم اصولی کار بکنیم حتی لامینیت بیشتر هم بدن، کمتر هم بدن، میسازه لامینیت کمتر بدن، حتی کمتر هم تراش میخوره. اوکی، چه جالب، خوب شد. آره اون اشتباه رایجه، اون یه چیز تجاری است، غلطی به نظر من، چون شما کامپوزیت رو اتفاقا باید ضخیم‌تر بذاری به خاطر بحث استحکام کمتری که داره و یا باید بیرون زده بشه یا باید از اون دندون بیشتر بشه. خب حالا اصل موضوعش اینه، هزینه هاش چجوری محاسبه میشه؟ یعنی دونه‌ای مثلا 5 تایی حساب می‌کنید تعداد داره؟ مثل هر کار دیگه‌ای که برای دندون انجام میشه روی دندون‌های طبیعی معمولاً به صورت واحدی، یعنی برای هر یک واحد، یعنی هر واحد یعنی هر دندون انجام بدین شما. اگه خدا قسمت کنه میرسیم خدمت شما. خب پس حالا که لامینیت رو ترجیح دادیم، همه میتونن این کار انجام بدن یا بعضی از افراد نمیتونن اصلا انجام بدن؟ مثل اکثر کاری که دیگه که انجام میدیم نمیشه بگیم این درمان رو برای همه میشه انجام بده. درمان که در واقع بیشتر کار زیبایی است، ولی دیگه امروزه مثل ایمپلنت که میگفتیم قدیم، اون شخصی که فلان بیماری رو داره یا فلان مشکل داره نمیتونه انجام بده، الان خیلی این مرتفع شده و اکثر آدما میتونن انجام بدن. کار زیبایی هم همین. وقتی رفتیم جلوتر که بیشتر پیشرفت کرد، خیلی دیگه میتونن انجام بدن، اکثر آدما میتونن این کار انجام بدن. در مواقع خاص با شرایط نحوه بسته شدن خاص دندونات تو آدمای خاص با بهداشت خیلی ضعیف میشه بهتر که انجام بدن. از ایمپلنت هم بپرسیم. بفرمایید. ایمپلنت ها اصلا یه توضیح به من میدی که اصلا ایمپلنت چیه، به چه دردی میخوره و چه مواقعی میشه ازش استفاده کرد؟ حالا به ترتیب به من بگید. ببینید رشته در اون رشته هم گفتیم پروتز. بله. این هر چیزی که وارد بدن انسان میشه، هر چیز خارجی میشه پروتز. بله. برای درمان که استفاده میکنه. حالا ما پروتزهای این محدوده رو در واقع انجام میدیم. ایمپلنت هم در واقع پروتز هست. یک جسم خارجی است که وارد بدن میشه و یک کارایی در بدن انسان داره. و سوال اینکه چه زمانی لازمه که این کار انجام بدن؟ الان که داریم میگم، همه اینا که داریم صحبت می‌کنیم، الان که داریم با هم صحبت می‌کنیم با توجه پیشرفت الان، بهترین راه جایگزینی فضای خالی، جایی که دندون دستشان مثلا نبوده،
ایمپلنت هست. شما یک ریشه داخل تکت کاشته میشه از جنس آلوژ تیتانیوم و بعد یک تاج میذارید روش، به اصطلاح پروتز میذارید روش. و اولا هیچ راهی با کیفیت‌تر و مرغوب‌تر و با دوام ایمپلنت الان وجود نداره برای جایگزین. پس این الان بهترین گزینه برای جایگزین دندون. این که حالا بگیم چه آدمایی نمیتونن انجام بدن، همونطور که خیلی از ویدیوهایی که برای کارمون میگیم توش اینا، اونهایی که یه سری بیماری‌های افسارگسیخته دارن، بیماری که کنترل نمیشه، بیماری خیلی تو مرحله حادی هست. یه مثال بزن. مثل کسی که الان در حال درمان یک بیماری حالا بدخیم هست، یا مثل کسی که یه دیابت بسیار کنترل نشده داره، یا یه کسی که حالا شاید هیوی اسموکر هست که حتی ممکنه در مورد این آدم استفاده بکنیم مثلا جواب هم بده، ولی یه سری شرایط اینطوری که کنترل شده نیست، اگر بیماری هست، اگر شرایط خاصی هست کنترل شده نیست، خیلی افسارگسیخته. اگه این با اینا این کار انجام بدی چطور پس میزنی یا کار نمیکنه؟ نه که 100% ولی اون امکان وجود داره که بله پس بزنه، که پس بزنه، استخوان درست تشکیل نشه و عفونت بکنه. حالا بیا، چون شاید عامه هم این پادکست رو ببینن یا بشنون، این آهن رو میذارید تو دهن، آهن یه چیز فلزی داخل دهان میذارید که شما فرمودید که جنسش تیتانیومه. ایمپلنت آهن رو میذارید تو دهن. آره. حالا الان شما اعلام کردید که آلیاژ تیتانیومه، حالا همه فکر می‌کردن یه چیز فلزی می‌کنید تو دهن. آره. و اتفاق عجیبی نمیفته، خیلی طبیعی و اوکیه. شما وقتی یک جا دندان نداری چی از این بهتر که یک ریشه کاشته بشه و روش تاج بذارید، بدون اینکه به دندون کناری آسیب بزنی، بدون اینکه اون تحلیل استخوان ادامه پیدا بکنه که وقتی کاشته میشه در واقع اولا جلوی اون تحلیل بی‌رویه استخوان گرفته میشه. چه چیزی از این بهتر؟ یعنی اگه دندون خالی باشه در واقع استخوان‌ها تحلیل میره. دیسیوز آتروفی داریم انگار، مثل اینکه شما فکر کنید پای راست یه سال استفاده نکن. خب چقدر این پای راست کوچیک‌تر از پای چپ میتونه بشه و زورش کمتر میشه. اینم همینه. شما توی استخوان وقتی ایمپلنت می‌کاری از اون تحلیل بیش از 100 گیری می‌کنی و اینو درمان مثل قدیم که می‌برن پل می‌زدن در این کناری رو خرابش بدی. خب اینجا اینو نداریم، آسیب نمی‌زنیم، عمرش حتی از اونها بیشتر هست چون دیگه پوسیدگی اتفاق نمیفته و الان بهتره است. چقدر عمالی. بله. خب چیزی توی دندونپزشکی تکنولوژی خاصی هست که باش حال کنی یا بگی این تکنولوژی خیلی خوشحالم که اصلا وارد دندونپزشکی شده؟ قطعاً الان بحث دیجیتال دنتیستری که هست، البته بازم همیشه تو صحبتام به دوستام که داریم صحبت می‌کنیم میگم باعث نشه که آدم اصول اولیه رو بذاره زیر پا و فکر کنه که الان خب وقتی دیجیتال اومد دیگه بس همه چیز با دیجیتال انجام شده دیگه، هیچ چیز دستش نیست، برای همه جا باید استفاده کنیم و هر چیز جایی داره. چه در مورد کار زیبایی، در مورد پلتفرم ها، جایی که در واقع جاش هست اگه استفاده بکنیم و درست خیلی میتونه دقتمون رو ببره بالا. این اسکنرها و این سیستم دیجیتال که اومده به نظرم چیز جذابی است. واقعیتش جدیداً یه چیزی هم گرفته بودیم، حالا مثلا یه سرنگ تزریق بود که حالا بدون درد اون با اونم خیلی و اتفاقا دیدم شما اولین بار رو خودتون رو امتحان کردید. خوشم اومد که ممکن خیلی چیز جذاب از دور نباشه ولی من اتفاقا برخلاف چیزی از دور فکر می‌کردم بعد دیدم چقدر جالب بود. بدون درد. آره خیلی کم اذیت می‌کنه بیمارامون. اونایی که خصوصا بیشتر اون استفاده می‌کنن خیلی می‌ترسن چون به حال یه مقدار حالا شاید سرعتمون رو موقع بیسی بیاره پایین، ولی بعد استفاده کردم دیدم چقدر چیز خوبیه. اینجور چیزا خیلی کمک می‌کنه و کلی چیزای دیگه میاد تو بازار. لیزرها میان که یه جایی واقعا جواب میدن و ولی این دوتا به نظر من خصوص اولی انقلابی بود کرد. واقعا انقلاب. میگم شما یه سخنرانی هم در راستای همین دیجیتال دنتیستری داشتید اگه اشتباه نکنم. سخنرانی که والا چیز قابلی نبوده ولی انجام شد چند بار چند بار جای مختلف. بله. خب یه ذره بریم سمت از مطلب بیایم بیرون، بریم سراغ اوقات فراغت. شما تو اوقات فراغت چیکار میکنید؟ تو اوقات فراغت اولا که به خاطر اولا من اینو بگم من خیلی کمتر کار میکنم نسبت به قبل. حالا یه برنامه‌هایی شاید وجود داره تو زندگیم که دیگه مثل اون قدیم کار نمیکنم، ولی خب چون یه زمانی خیلی چند سال پیش خیلی زیاد کار میکردم چه اینجا چه تهران، ولی تو اوقات فراغت الان حالا چه سنمون رفته بالا اینطوری ولی بیشتر سعی می‌کنم استراحت کنم
فیلم و سریال اینا دوست دارم ببینم. و کار خاص شاقی که الان من بگم باید خیلی جذاب باشه که تو اوقات فراغت انجام میدم خیر. فقط هم چیل میکنی در واقع میشینیم. اگه حالا فراغتمون طولانی‌تر باشه اگه بتونیم وسعمون برسه یه مسافرت بریم. آره خیلی کار جذابی نمی‌کنم، بیشتر استراحت و یه فیلم و سریال است. تو کار الان کمتر میکنی. آره. چی شد که کار الان کمتر میکنی؟ انگیزه‌ها کلا کمتر شده. در حال واسه چیزای دیگه هم تو زندگیم هست که برای اون دارم وقت میذارم، ولی کلا انگیزه همه خودم و اطرافیانم که میبینم کمتر شده به خاطر شرایطی که داریم الان. شاید اونقدر فرق نکنه اگه 20% بیشتر کار کنم تو زندگی تاثیر نمیذاره، مثلا سعی کنم کمتر کار کنم. چه عجیب. چون آخه میدونید مثلا در کل جامعه دکترا پزشکا اینا رو قشرای بالایی میبینن، در مثلا از لحاظ مالی اوکی میگیرن. ببین الان دارم صحبت میکنم در مورد قدیمیای بزرگتری خودم، دو کسی که استاد من بودن نمیتونم صحبت کنم، اینا خیلی فرق داشتن، خیلی فرق داشتن. ولی اگر منظور الان ماهاییم شاید بگیم از میانگین جامعه یک کم بالاتر، ولی نه اصلا آدم پولداری به حساب نمیاد. اصلا خودتون میدونید چه خبره دیگه، آدم رو میبینید. یعنی در واقع ذهنیت غلطه که میگن دکترا دارن پول پارو میکنن، چون چیزی که همیشه میشنویم تو جامعه. اصلا شما مثلا چه میدونم آدمی که امتحان در ماه ممکنه در بیاره یکم کم بیشتر یکم کمتر بود، مثلا یک پزشک داریم مقایسه میکنیم با کسی که مثلا خونش یا چرا پنت هاوسش تو تهران متر 1 میلیارد هست، خب خنده داره دیگه. آره خب میگم اونا دیگه خیلی زیاده دیگه، یعنی اونا واقعا دیگه اون نیست دیگه مثل قبل نیست. اصلا کاری به قدیمیان ما قدیم آدمایی داشتیم که چه کارشون خوب بوده چه بچه‌هاشون خیلی متوسطه، چون اولیه بودن مثلا یا قدیمی بودن و خیلی پر بیمار بودن و خیلی بود اون موقع هزینه اینقدر زیاد نبود، خیلی بوستشون میرسید خیلی کار می‌کردن. و در واقع یه چیزی که الان هست این سواله، هزینه هایی که بر دندون میشه خیلی زیاده. یعنی طرف میاد یه دندون مثلا میکاره یا ایمپلنت میکنه، فکر می‌کنم حدود 20 تا 30 میلیون یا بیشتر، شاید کمترش هم هست. خب میخوام بگم که کسی میاد مثلا 20 میلیون میده، اون 20 میلیون مستقیم تو جیب شما نمیره. اینو یه توضیحی بدید که چون طرف میگه من الان اومدم 4 تا دندون کاشتم. بفرمایید. به نسبت اون میانگین درآمد ملت زیاد، ولی شما میدونید که حتما شنیدید از ما دوستان که نسبت هزینه هایی که ما داریم توی مثلا خارج انجام بدیم برای کار دندانپزشکی اصلا هم زیاد نیست، یعنی شاید 1/10 با اختلاف بسیار زیاد که اونجا هم برای مردم گرونه. بله اینجا برای مردم گرون هست، ولی به نسبت اونجا کم، خیلی کمتر، ولی باز چون درآمد مردم کمه بله به نظر زیاد میاد. ولی در مورد اینکه گفتی چقدر هزینه داره و اینها، در روی هزینه خیلی زیاد. ببین شما فکر کنید شما ایمپلنت رو می‌خرید، خود ایمپلنت و فیکسچر رو که کاشته میشه موقع جراحی کلی هزینه داری برای من پودر استخوان، ممبرین به قول ما که استفاده می‌کنیم، کلی لوازم یه بار مصرف، چیزای استریلی که استفاده می‌کنیم، کلی هزینه‌های مطلب بالا بزنیم که بعد میرسی به تاج دندون، باید به لابراتوار هزینه بدید که اون پروتز اون تاج رو بسازه و دوره قطعی خریداری میشه از شرکت که تاج رو اون ساخته میشه. بعد میخوای تحویل بدی بیمار از یه چیزی به نام چسب سمان استفاده میکنی. خیلی چیز الان آره اون زیاد. و میگم حالا چون من خودم اطلاعاتشو داشتم گفتم که شما بگید که بقیه بدونن. بله چون اصلا یه طرف میگه آقا من رفتم مثلا 3 تا دندون کاشتم 60 میلیون دکتر گرفت، اون در واقع اون 60 میلیون رو در کامل که دریافت نکرده، اون دروهایی که داشته، هزینه هایی که برای لوکس حساب چیز کرده، ارز دولتی اینجوری هم بهش اصلا تعلق نمیگیره، چون درمان به حساب نمیاد متاسفانه. بله برخلاف چیزی ایمپلنت درمان حساب اصلا عملا تو کشور ما چیزی لوکس حساب میشه، انگار مثل زیبایی. وقت تو زمانی که باشین در صورتی که شما اعتقاد داری که درمانیه، مثلا میشه اگه اعتقاد نداشت درمانه تو زمانی که به عنوان یک چیز لوکس یا غیر درمانی روش حساب بکنی چجوری میتونی هزینه‌اشو کنترل کنی؟ دقیقاً.
اگه دکتر نمیشدی و دندون پزشک نمیشدی چی میشدی؟ نمیدونم چی میشدم، باید ببینی زمانه ما رو کدوم سمت میبرد، ولی اگر فکر الان رو داشتم دلالی آره مثلا بخر و بفروش این چیز حالا هرچی بهترین کاری نه مسیر طولانی رو براش اومد اینقدر درس بخونه نه زودتر وارد بازار کار میشی. اینقدر گیرایی که الان رو ما هست نمیدونم چرا هست، برعکس انگار مثلا ماها که شد زحمت کشیم درس خوندیم، خیلی زحمت کشیدن درس خوندیم رشته‌های دیگه هم حتی، ولی ما هم که مسیر سختی رو به نسبت اومدیم و فکر می‌کنم زحمت کشیدیم، انگار بیشتر می‌خوام به اون فشار بدم، انگار اونجوری رفتار می‌کردم کمتر به اون فشار. گارده انگار زیاده به ما. کلا فکر می‌کنم رو دو پزشکام اینا ولی چه زندگی لوکس می‌کنن. نه من اطرافیان بسیار نزدیکم، ممکن آدمایی هستن که خیلیشون اصلا به این رشته‌ها یعنی به سمت این رشته‌ها نیومدن ولی بسیار بهتر از ما زندگی. خب خیلی جالب بود ذهنتون. آره خیلی عجیبه که همه دانشگاه میگفتم به بچه‌ها که بعضی موقع که نمی‌خواستم ناامیدشون کنم ولی بعضی موقع حس می‌کردم به دانشجوها میگفتم من نمیدونم شما می‌خواید چی بشید یا من اطرافیانمون دوستانمون که داشتن میخونن کنکور بدن و دوست داشتن دندون پزشکی میگفتم یارو شما بیاید و درس بخونید بعد موقع چی میخواد بشه. نصیحتی نداری برای همین کسایی که دوست دارن بیان دندون پزشک بشن؟ درسشون بخونن. نصیحتی که ببین اگر کسی میخواد تحصیلات آکادمیک داشته باشه به هر علتی دوست داره بره دانشگاه و از رشته‌ای که میخونه پول در بیاره یا درآمد داشته باشه یا گذران عمر کنه یا زندگی کنه هر چی اسمش هست، بله دندون پزشکی هم رشته خوبی است هنوز که هنوزه، ولی باید ببینیم آیا به نسبت مشاغل دیگه که دارن زندگی میکنن چقدر چیزه. اگه شما فقط بخواید تحصیلات آکادمیک داشته باشی که ازش بیاید تو بازار کار بله میگم چیز بدی است. به ما بگو چقدر زمان برد تحصیلات شما که این مثلا چند سال زمان کل تحصیلات دانشگاهیتون؟ خب 6 سال دوره عمومی بود، بعد کوچیکی وسط رفتم طرح عمومی جنوب زیر 2 سال و 1 سال خورد 1 سال نیم مثلا، و بعدش هم دوره تخصص که ما معمولا 4 ساله بود رشته ولی من خب با دوستم 3 سال تموم کردیم. 3 ساله میشه زودتر تموم کرد. شاید بهشتی جان میشه زودتر تموم کرد. ما تونستیم شد دیگه. پس در واقع حدود نزدیک هم 8-9 سال. نه ریاضی‌ها که ضعیفه خیلی. 6 سال و معمولا شما فکر کنید یه پروسه بودن 10 سال. 10 ساله. 10 سال عمومی و تخصص. تحصیلات دیگه. آره شما چون زودتر تموم کردید. آره. نزدیک 10 سال. نزدیک 10 سال. یعنی 10 سال درس می‌خونید و میایید میشه سریع وارد بازار کار شد. ما خدا شکر برای ما هنوز میشد الان دیگه نمیدونم چه اتفاقی میفته واقعا ولی برای ما هنوز میشد. بعدش هم که اومدم بابلو شدم. بله هیئت علمی دانشگاه هم شما تدریس می‌کردید؟ سال 95. خب اگر بخوام یه سوال چیز ازت بپرسم بیایم سراغ نه سختم نه جزء از همین راحت بیایم سراغ علاقه‌مندی‌هات. مثلا ماشین بازی مثلا ماشین بازم ماشین دوست دارم. نه ماشین باز این که مثلا ماشین خودت بخری مثلا کلاسیک کار یا مثلا فلان. خیلی ماشین با بوسشو نداریم. اگه پول داشته باشم دوست دارم ماشینی بخرم. نه پولش اونجوری نداریم که بخرم ماشین باز بشه. من ماشین کلا خیلی دوست دارم. ماشین داشتم زیاده ولی به اون معنی که ماشین باز میگیم ما خودمون آره چون کلکسیون دار و این چیزا من آره اینجا مگه چه کلکسیون دیگه چون ماشینای کلاسیک نه مثلا باشه کلاسیکی چیزی نه کلکسیون که نه ماشین باز هم نیستم ولی کلا به ماشین علاقه‌مندی. آره خوشم. چه ماشینی؟ چه ماشینی یعنی چه ماشینی رو فیوریت؟ هم یه دونه اینجا بگو هم یه دونه کلی. اینجا که مثلا از تو ماشینی که تو ایران هست و روتین البته خیلی الان گذر میاد و اینا. آره نه اون که میشه لکسوس ها دوست داشتم 570 آره که خب پلاک و اینا هم میشد اینا. ولی کلا اگه به من باشه الان مثلا یه جایی باشیم که ماشین روزی باشه من نمیشه گفت
خیلی مدل ها هست آره. برندی که شما از یه دونه دیگه بخواد مثلا رویز رویس خیلی دوست دارم. این میگم ماشین زیر پایی در واقع. مثلا آستون مارتین دوست دارم. اینو من از ماشین خیلی جذابه. در کل بنز رو هم خیلی براش احترام قائلم. خوبه. پس یه جورایی بیشتر تیست کلاسیک داری در واقع. آره خیلی سوپر اسپورتی نیست. مثلا لامبورگینی و نمیدونم چون خیلی به اون سمتی نیست. آستون مارتین آره آستون جالبه. ولی کلاسیک شاید کلاسیک پسندتره. مثلا تو یه برند خاص بخوای بگی یه مدل خیلی اسپورت داره یه مدل کلاسیک تر من بیشتر کلاسیک. خب پس کلا تم کلاسیک میپسندی. حالا بیام سمت این موضوع که پوشیدن لباس و این برند. آره برند میپوشی برند یا نه؟ سوالی که همه نه به همون علتی که ماشین باز نیستم برند پوشم نیستم. برند میپوشم ولی آدم برند پوش یعنی از تعریفی که تو ذهن منه از من خودم میگن طرف برند پوشه که البته چه برندی در واقع. آره با شما برند صحبت می‌کردیم در مورد برند که خب مثلا زاران برنده. بله. مثلا اگه به اون معنی که من تو ذهنمه که برند یعنی لاکچری برند، نه من برند پوش نیستم. برند شده پوشیدم میپوشم بله، ولی اون برند پوش یعنی که سر تا پاش کلا برنده. نه ما اونطوری که یعنی فرق رو شده. خب کلا کلکسیون چیزی داری؟ اصلا چیزی داشته باشی که سعی کنی کلکسیونی نگرش داری؟ حالا کلکسیون فرزهای دندانپزشکی نه هیچی نه. مثلا چون حتی سکه، چون تمبر، مثلا ساعت، هر چیز. نه کلکسیون که شما میگید یعنی تعداد بالا، مثلا 10 تا 12 تا دیگه. نه از هیچ چیزی. مثلا ساعت رو نمیشه بیشتر، مثلا 50 تا ساعت که دیگه خیلی تام داشتنش. از ساعت بعضی ساعت درست حسابی. آره ساعت درست حسابی. مال ماها نیست، مال ستاره هالیووده. ستاره. ساعت چی دوست داری؟ مثلا یکم چیز ساعت دوست دارم. ساعت میدونم که خیلی ساعت دوست داری. خیلی ساعت دوست دارم. یه 2-3 تا برند تاپ تو بگو. یه چیز بگم کلا به نظر من برای پوستن یه مرد، اگه اسم مورد بشه گذاشت مرد، خواهش میکنم، به نظر من ساعت، کفش، عینک، خیلی چیزا مهمه. اتکلون حتی اینا که آره چیزای پوشیدنی به نظر من اینا چیزای خیلی مهمه. یعنی تو براشون هم خیلی مهمه و هزینه میکنی براش؟ ندارم ولی هزینه میکنی. خب آخه من خودم دارم ساعت تو میبینم در واقع تو دارم انشالله که نمیفته. نه دوست دارم تا جایی که توانم برسه. آره پس این کارو میکنم. مثل اون بنزه که گفتم براش احترام. رولکس هم همونه. رولکس دیگه خب چیز همیشه قابل احترامیه. خب خیلی برندها هستن که ممکن خوشم بیاد ممکن نداشته باشیم، نتونیم مثلا ای پی خونم پاتک فلیپ یا خیلی چیزا هوبلو اینا چیزای برندی که دوست داری. اما خب همونطوری که ماشینا رو میپسندن اون سوپر اسپورت رو مثل برندای مثل ریچارد میل نمیدونم جیکوبانکو و اینا رو خیلی دوست دارم. خیلی بعضا آره خیلی حالا بعضیام علاقه‌مندن دیگه، چون مثلا به خصوص یه دونه ورژن بوگاتیشو که زده بودن اون بزرگه که با ماشیناشون ست می‌کردن بدن اینجوری آفرجن. بفهم خب یه هنوز تو چیز کن، یه چایی چیزی بفهم. خاطره چیزی یادت نمیاد برامون تعریف کنی؟ از چی تعریف کنم؟ از هر یه خاطره از حالا دوران دانشگاه، مطبی، خاطره شیرین یعنی آره کلا یه چیز تلخ نباشه دیگه، یه جو یه چیز تلخ بگم. من تو ذهنم فکر نکردم به خاطر اینکه بگم اینجا، ولی یه چیز تلخ اومد تو ذهنم. من چند سال پیش میدونی که یکی از موقعی که اوج کار ماست قبل از این شما میخوای بدو به همه مثلا کاری درمانی و چه زیبایی رو تحلیل بدی برای همه برای عید میخوان. من 19 اسفند بود، یه سال دستم کتفم شکست از 2 جا. یه حادثه بود اینا و نمیگه چی شد. خودم عجیب افتاد و موندیم که حالا چجوری این کارا رو تحویل بدیم. موقع هم تهران کار میکردم در بابل و بابل حالا یه جور هندل کردیم اونایی که خیلی فورس بود و با کمک دستیار رو اینا تحویل دادم با یه دست. و در تهران هم که خب یکی از دوستای بسیار عزیزم به کمک کرد و
تونستم اونجا رو هندل کنم ولی خب با یک دست شمشیرزن یک دست. فیلم چی می‌بینی؟ فیلم همه چی یعنی ژانرهای مختلف، ترسناک، نمیدونم اکشن خیلی دوست دارم، جنگی و اکشن خیلی دوست دارم، ترسناک بد نیست، ولی یه ژانری جدید بهش علاقه‌مند شدم کمدی جنایی. آره به نظرم خیلی دو تا فیلم خوبی که حال کردی باهاش بگو. مثلا ایرانی میخوام بگم یه سریالی بود، فیلم بود من گفتم. آره نه فیلم‌ها رو بگو. الان تو ذهنم فیلم نیست، سریال بهش کنم. چرا یه فیلمی هم بود که الان اسمش رو یادم رفت، آدم سندلر بازی میکرد که اون کمدی جنایی 1 و 2 اومده بود، الان تو ذهنم نیست. ولی فیلم هم اگه کلا بخوام بگم فیلم کلاسیک خیلی دوست دارم، کلاسیک هم قدیمی ها. اوکی. آره شاوشم ردمشن آره اونا خیلی مهمه دوست دارم. ولی ایرانی بخوام الان نمیدونم چه دوست دارم. ایرانی ها رو دوست دارم. ایرانی ها رو. ولی مثلا دفتر یادداشت من سریاله دیدم اخیراً کمدی جنایی خیلی به نظر من دوستش داشتم، خیلی متفاوت بود توی سریال ایرانی. اوکی. مثلا چند وقت پیش یه سریال بود پوست شیر هم واقعا چیزای با کیفیت ایرانی بودن. بازیگر مورد علاقت رو به من میگی؟ بازیگر مورد علاقم در ایران، اول ایرانی بعد خارجی. در ایران مثلا من جواد ظریف خیلی دوست دارم. من پرواز فرستوری خیلی دوست داشتم. الان دوست نداری؟ خب خیلی کم کار شد. ولی خیلی بازیگر خوب داریم. من تو ذهنم نه اون که تو ذهنت میاد دیگه، یعنی شما تو ذهنت کسی نیست. من جدی انگار احساس می‌کنم خیلی اصلا به ذهنم نمیاد. خانم لیلا اوتادی. نه بازیگر خانم دیگه. نه منظورم که بازیگر خانم خیلی خوبم زیاد داریم. الان مثلا کسی که من تو ذهنم میاد خیلی جواد ظریفی. این فیلم کمدیه که آخرین دفعه گفتم دیده بودیم. دفعه یادش گفتم مثلا سرطان خودش واقعا وزنی خوب. خب خارجی خب خیلی بازیگر قدیمیه و جدید خوب داریم، از مارلون براندو یا خیلی دیگه که الان هستن. یه جدیدن مثلا من همیشه براد پیت خیلی دوست داشتم، خب بازیگر خیلی خوبی هم شد. اول فقط خب بیشتر رو قیافش و اینا، ولی جدیدن دیدم تام کروز چقدر بازیگر خوبی شده. داشتم می‌دیدم که فکر می‌کردم که چقدر به پختگی رسیده بازیش. تو چه فیلمی؟ تو فیلم جدیدی که ازش دیدی؟ تاپگان جدید که ولی خیلی بازیگر خوب هستن. الان میشه سوال می‌کنه خیلی هستن. شما هم دیگه برام چند تا فیوریت به مورد علاقه خیلی هستن. مثلا جیم کری مثلا مورد علاقه من. جیم کری آره خیلی به نظرم قابل و خیلی چیز عجیبیه، ولی جدی اصلا خیلی خفن بازی کرده. اون ایترنال سانشاین بود اگه اشتباه نکنم که فیلم عاشقانه شه، چیز عجیب غریب. آره یسمنش بسیار وحشتناک. میگم من خودم جیم کری رو حتما هم دعوت ما رو قبول میکردن. خب خواننده هم بگو ما داخلی. خواننده من خیلی آهنگ گوش میدم، این ورا آب و اون ورا آب. آره اتفاقا میدونم که خیلی آهنگ میدونم گوش میدی. آره. یعنی به طرز عجیبی. ولی میخوام یه چیزی هم تو ذهنم بگم که مثلا خیلی بهم میگفتن تو این اسمی مثلا من خیلی به اصطلاح سیلمان دوست داشتم و دارم. به نظرم خیلی چیز نوینی رو آورد و واقعا سبک جذابی بود. گفتم این اسم منظورم سیلمانیست. ولی خب خیلی آهنگ گوش میدم. خیلی خواننده‌ای که داخلی الان خارجی. ولی خارجی رو یه چیز جالب بود بگم. من از اینجوری بگو که همه ناراحت نشن خواننده خارجی. آره اسم همین اگه اسم ببرم ممکنه ناراحت شن. واسه همین اسم سعی کنم زیاد بدم تو به یه اونایی که اسمشون نمیاد. ولی مثلا من دبیرستان ایران نمیده بودم، خیلی موسیقی ایرانی گوش نمیدادم اصلا.
و فقط موسیقی غربی گوش میدادم و جالبه که سبک هم بیشتر سمت راک بوده. آره تو هم بهت میاد و خیلی گوش میدم. الانم همچنان دوست دارم اون موسیقی رو، موسیقی حالا متال اشکال نه، مثلا متالیکا و آره، اینا دیگه اشکال نه، اینا خارجی‌ها که دیگه چیز نه. ولی پینک فلوید و نه پینک فلویدی خیلی نبودم، ولی اینا که گفتی آره خیلی. ولی اونجا انقدر خواننده هست و انقدر موسیقی هست که آدم میخواد نام ببره. بله حالا جدا از این ناراحت میشم، ولی کلا زیاده. خب رفیق باز میگم بنا به حالا که تعریفمون از رفیق باز چی باشه، ولی رفیق باز احتمالاً درست بیام. نه رفیق باز خب من آدم به نظر خودم این آدمای دیگه تو ذهنم که خیلی رفیق بازن، ولی من نه، کسایی که اسمشون رفیق برام و دوستشون دارم ممکن خیلی زیاد نباشه و ولی خب واقعا دوست دارم باشون وقت بگذرونم. اسمشون هم بگو بمون، اشکال نداره، همه ناراحت میشن. خب نه بالاخره چند تا بولن دیگه بر کسی پوشیده نیست، همه میدونن که تو مثلا با اینا خیلی صمیمی‌تر و رفیق‌تری دیگه. آره خب خیلی‌ها. پس رفیق بازی عملاً این همه خیلی‌ها اصلا مسلماً بازی دوستای بسیار نزدیک من که تو دایره قرار میگیرن انقدر زیاد نیستن که خیلی دوستای نزدیک منن، ولی اسم اولین بهتره چون حالا ممکنه تو ذهنم نباشه. آره خیلی از ذهن. اوکی. خب تو دوران دانشجویی و این چیزای بسیار طولانی داشتی و خب آره خیلی طولانی بوده قطعا، چون به خاطر رشتت و کاری که انجام میدی. بالاخره در اون زمان خب آدم شاید خسته بشه، شاید اصلا دیگه اذیت بشه. یه اصولا این کار استادا انجامه. یه استادی همیشه تو اون زمان میاد میگه آقا مثلا برای تو بولتر از بقیه است که به خاطر به خوبی که تو مثلا اونو میبینی و میگی اشکال نداره، مثلا اینقدر فشارم رومونه اب نداره، انگیزته در واقع. من خودم برام جالبه که بدونم من چه استادی بودم خودم. حتما شاگردای شما رو دعوت میکنیم. نه ولی آدم خوش اخلاقی نبودم قطعا، چون در کل شد خیلی آدم خوش اخلاقی نبودم، ولی آدم خوش نمره بودم. یعنی خودم اینطوری میشناسم. سعی میکنم اذیت نکنم واقعا، ولی خب یه سری چیزا به هر حال آدم فشار میاره که میبینه دانش. ولی در مورد استادی کنم اول اینکه بگم من دوره رزیدنتی واقعا دوره سخت، یعنی برای حد توان من که فکر نمی‌کنم توان کمی هم داشته باشم، واقعا دوران سخت بود و واقعا سخت گذشت. تو شرایط بهشتی بسیار سخت، حالا اون شرایط بخش ما در اون سال اون دوره طوری بود که واقعا سخت گذشت و شاید سخت‌ترین دوران زندگی من، شاید که نه حتما بسیار سنگین بود. نه صرفاً با بحث مالی، بحث علمیش، درس خوندن، نه اصلا اتفاقات و شرایطی که تو بخش رفتار و برخوردی که داشتیم و همونطور که استاد بد به حال داشتیم از نظر من، البته با احترام به اون استاد، ولی استاد خوبم خوب زیاد داشتیم، چه دوره عمومی چه دوره تخصصی، ولی خب بعضی طبیعتاً ممکنه آدم بد اخلاقی هم بوده باشن، ولی من دوستشون دارم. واسه همین میخوام بگم با اینکه به نسبت آدم شاید خوش اخلاقی نبودم، خودم میخوام بگم نظر حالا دانشجوام در مورد خودم چی بوده برام جالبه، ولی بعضی از اساتید همیشه برادم. کدوم استاد؟ بس بگو دیگه. نه اشکال نداره، اسمشون بگو. ببین با احترام به همشون بخوام اسم ببرم کسی که حالا تو ذهنمه، مثلا من دکتر سیدان، دکتر اجلالی، حضور شما رسکن خانم دکتر مهشید، دکتر معماری، دکتر مهشید که این دو عزیز خانم بوده، خانم دکتر بوده. خیلی حالا ما میخوام دکتر طباطباییان، دکتر خاکی، خیلی ها هستن که من در واقع در دوره عمومی دکتر عظیمی بودن و دکتر سعادت منصوری، خیلی ها بودن که اساتید بودن که من واقعا دوستشون داشتم و دارم، ولی ممکنه باز کسی رو نداشته باشه. خب یه زال دکتر فیاض هم بگم. دکتر فیاض هم خیلی دکتر امیر فیاض، خدا رو شکر که همه یادم، فکر کنم همه رو گفتی. نه اون کسی بود که دوست داشتم. کراش زدی؟ کراش زدم
منظور همین عشق عاشقی این چیزا نه دیگه کراش زدن یه چیزیه که مثلا مثلا چقدر طرف خفنه بعد هیچ کاری نمی‌کنی از این چیزا. الان یا قدیم؟ الان دیگه حوصله‌اش ندارم. توان ندارم. توانش. مثلا در قدیم مثلا چه کاری تا اونجا برم و اینا. ولی قدیم آره تو دانشجویی زیاد اتفاق می‌افتاد. تو دانشجویی اتفاق. آدم خجالتی هم بودم به نسبت توی محیط دانشگاه خصوصا به عمومی آدم خجالتی بود. حالا برعکسش تا حالا مثلا کسی اومده بگه آره مثلا من رو تو کراش دارم نه رو تو کراش دارم یا مثلا بیاد حرفشو بزنه به تو علاقه من گفتم به الان یا اینم قبلا الان که نه ولی دوره عمومی دوره تخصص که زیاد شده. خب ما چیز قابل توجه نبودیم هیچ وقت ولی شده. چند سالته؟ من چند بهم میخوره من که میدونم دیگه 39 میشی دیگه. نه چند میشی؟ نه 38 هم یه ما دیگه 38 کوچیک با یه ما دیگه میشه 38. پس متولد اردیبهشت 65. خب 19 اردیبهشت تو در این سن اصلا عدد 19 خیلی چیزه. عدد 19 خیلی در این سن محمد چرا ازدواج نکرد؟ آفرین بسیار چرا پیش نیومد احساس میکنم همش درگیر مسیره بودیم که تا اینجا اومد. الان که میگی یه ذره کم هم کردم و آره استبل شده بعد هر چی هست یعنی بعد الان وقتشه ولی شاید دور نباشه یعنی این نوید رو شاید دور نباشه یعنی تو تصمیمی در ذهن بالاخره اوکی بس میدونم خیلی الان ناراحت شد. پس ما میتونیم این نوید رو به شنوندگان و بینندگان از بدیم که خب پس اوکی نمیدونم شاید ان شاء الله نمیدونم اوکی چه خوب که اصلا پس پرسیدم که خیلی خوب خیلی عالی آره خیلی خوشحال شدم مثلا آره چقدر خوشم اومد که و جالب خیلی خوب من سوال ندارم اگه دوست داری یه خداحافظی کوتاه هم با بچه‌ها بکن. اولا که خیلی ممنون که همچین برنامه رو دارین درست می‌کنین و حالا به من گفتین که ممنون خدمتتون. جالبه نشستن صحبت کردن خصوصا با آدم‌هایی که ما داریم کار می‌کنیم یا سعی می‌کنیم که دیده بشیم برای اونها که اونها ما رو ببینن و امیدوارم که کسایی که در واقع برنامه رو می‌بینن برایشون خسته کننده نبوده باشه و امیدوارم که برنامه شما خیلی خوب و هم تو ادامه پیدا بکنه و پیشرفت بکنید ان شاءالله تو این کار. خیلی ممنون خیلی متشکرم مرسی من هم خیلی خوشحال بودم که شما در کنار من بودی خیلی لذت بخش بود صحبت باهات واقعا نباید کسی ناراحت بشه بله امیدوارم که هیچ کدوم ناراحت نشن خیلی خوشحال شدم که تو کنارم بودی خیلی لذت بخش بود صحبت باهات از اینکه انقدر خاکی انقدر خوب و انقدر شیک و جذاب خیلی من لذت بردم که دعوت منم قبول کردی خیلی سریع اذیت هم شدی خیلی اینجا تا بخوایم چیز کنی یه خورده اذیت شدی خیلی حال کردم باهات مرسی از شما هم که این برنامه رو تا اینجا دیدید امیدوارم که لذت ببرید و ان شاءالله در قسمت‌های بعدی هم در خدمت شما باشیم مرسی